دوما باز یک سوالی بسیار چی بجا آمده است در استریمر نیست. جوانی که 39 سالش برای ازدواج رسیده است اما در عین حال شرایط ازدواج برایش فراهم نیست، نماز و قرآن میخواند، روزه میگیرد، اما با شهوت مقاومت کرده نمیتواند. آتش شهوت کمرش را شکسته است. چی کار بکند این طایفه جوانا؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی که در صحیح بخاری و مسلم ثابت است که یا معشر شباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج. ای جوانا، کدامی که امکان خانه‌دار شوی دارد، یعنی سلامتیش هست و شهوتش هست، خانه‌دار شود، فرمان است. فانه له وجاء، چون که خانه‌دار شوی او را از گناه ها نگاه می‌دارد. اغض للبصر و احسن للفرج، برای چشمش نگاه داشتن یاری میشد، برای فرجش از حرام نگاه داشتن یاری میشد، خانه‌دار شد. بنابراین و پولدار بودن شرط نه برای خانه‌دار شدن. شما جستجو کنید، مثلا یک آدم نداد دخترش برای کمبغل بودگیتون، یا آدمی دیگه میدهد. بیوزن گیرید. چقدر زنها شبش کردی دعا میکنن که یک شوهر پیدا شود. مهم گناه نکنید. بیوزن گیرید. بعد شرایط پیدا شد میگیرید با دختر. دختر پیدا گرفتن خوب است. پیامبر صلی الله علیه و دختر نگرفتن یک بار. 40 ساله زنه که گرفتن. یعنی البته دختر گرفتن خوب است، چون که پیامبر صلی الله علیه و به جابر گفتن که بکرن ام ثیبا. وقتی جابر رو پرسیدن که جابر تزوجت، جوانی 21 ساله بود. ببینید پیامبر الله صلوات الله و سلامه علیه با یک جوانی هم صحبت شدن. 21 ساله هست. میخواهند دلی همین در سیماش غمگینی هست. با پیامبر صلی الله علیه و شخصی نزدیک نیست که پیامبر صلی الله علیه و از احوالش دانا باشن. میشناسن جابر را، اهل مدینه هست، لیکن نمیدونن که چی مشکلی داره. در روش غمگینی هست. آدمی مومن ذکی است، فراست دارد. اتقوا فراست المؤمنی فانه ينظر بنور الله. از فراست شخص مومن بترسید و با نور الله نظر میکنه. روایت است. خلاصه دیدن که همین جوان غمگین است. آهسته به نزدش اومدن، از سفر برمیگشتن. گفتن که این جابر برای چی شطورت سوست را میره در قفا آمده ایست؟ گفت که یا رسول الله شطور. گفت چی بلای زده است راه نمیگرد؟ بعد گفتن که یک همچینشون گفتن بسم الله، گفت یک تا زدن که شطور بهترین شطور شده پیش لشکر بگذاشت. معجزه پیامبر صلی الله علیه و بعد از اون گفتن که جوانی 21 ساله است، از نزدیک صحبت کردن میخواهم پیامبر صلی الله علیه و جابر. گفتن جابر؟ گفت بله یا رسول الله. گفتن که تزوجت، خانه‌دار شدی؟ گفت که بله یا رسول الله خانه‌دار شدم. بعد ببینید سوال نوبتی را، بکرن ام ثیبا، دختر گرفتی یا بیوزن گرفتی؟ یعنی زنی شوهر داره که از شوهرش مرده است یا جدا شده است. گفت که بل ثیبا یا رسول الله، بلکه بیوزن گرفتم یا رسول الله. چخیل جوانی 21 ساله، جوان واقعا زنی بیوه گرفته است. برای چی؟ یعنی که این بی سبب نیست. گو بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که هل بکرن تلاعبها و تلاعبک. آخه دختر نگرفتی که همراهش بازی میکردی و یا همراه تو بازی میکرد؟ گفت که یا رسول الله پدری من در جنگ بدر شهید شد. عبدالله ابن حرام پدری جابر شهید شده بود. مادرم پیش از پدرم از دنیا گذشته بود. وقتی که پدرم از دنیا گذشت به من 7 دختر میراث مانده رفت. یعنی 7 خواهر دارم من. جابر یک پسر بود است. 7 دختر از پدرش باقی مانده است که الکی این سردار خانه شد بعد وفات پدرش. 7 خواهر برای من ترک کرده رفت و من اگر یک دختری مثل آنها گیرم، بین آنها جنگ و جنجال و رشک و بخیلی و چیز پیدا میشد.
و من یک زنی کلانتر گرفتم که تا اینکه مویهای آنها را شانه کند، لباسهای آنها را شوید و آنها تعلیم و تربیه دهد. گفته یک زنی کلانسال را گرفتم یا رسول الله. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم احسنت یا جابر، کاری خوب کرده ای جابر. گفتن لیکن از این پیش گفتن که آیا دختر نگرفتی؟ گفتن این دلالت می‌دهد که مستحب است که آدم دختر گیرد، لیکن اگر امکانیت دختر گرفتن نباشد همین شرط نه که جوان باید دختر گیرد. بیوزن پول بیوزن بی پول میگیرد شما. همین در مسافری در همه جا هست، بیچاره ها زار شوهر است. گیرید به قدر امکان، زندگی اوی هم خوب میشد، شما هم از گناه دور میشید. مهم این که الله تعالی را گناه نکنید، سلامتی خودتون هم حفظ کنید. و این مقصد فرزند که الکی به بلاغت رسید و صاحب شهوت شد و خانه‌دار کردن. بله.